رو نبند. تو رو خدا به شوهرم رضایت بدید. دختر 4 سالم همش بهونه‌شو میگیره. دیگه‌شو بده تا منم رضایت بدم. به خدا ندارم مزجرین، ولی کل پول پیشمو بهت میدم. مگه خون پسر من 200-300 تومنه؟ دیگه اینجا نبینمت، تا ببینمت. یه دقیقه بایستا، هر چی بخوای بهت میدم. هر چی بخوام؟ مطمئنی؟ حتی نجابت تو؟ آره، چیکار کنم؟ مجبورم. بچم تو خونه بیتابه پدرشه. هنوز اونقدر بی غیرت نشدم که دست بزنه شوهردار بزنم. میام رضایت میدم، چون نمیخوام به خاطر پول یا رضایت گرفتن ناموس مردم خراب بشه. خواهرم یه لحظه از مرد بودنم شرمم شد. صبح میام کاراش انجام میدم. برو خونه. خدا خیرت بده، خیلی مردی. خواهرم دیر وقته، بذار